درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامه‌نگار روزنامه‌نگار جاوید مقیم. گفتار 11. همین وقت باز صدای زنگ بلند شد. لطفیه زنگ زده پزمان شدنش را اظهار میکرد. او میگفت که اگر امکان شود روز شنبه به نزدش شب خاورو می آید. میلش گفته راضی شد نادیر. وقتی که نادیر به سر میز برگشت، سردار میلیسه ولایت شاکر جان هم آمده بود. آنها غذا خورده صحبت کردند. شاکر جان دوره با ولی جان کار کردنش را به یاد آورده از او اظهار منت داری میکرد. شب ایستید. به خانه برده درست مهمانداری میکنم، گفت شاکر جان. متاسفانه نمیتوانم. ساعت 6 در حضور وزیر مجلس داریم. من میروم ولی نادیر جان میماند، گفت ولی جان. نه تشویش نکشید، مرا یک دوستم به خانهش دعوت کرده است، شب آنجا میروم، گفت نادیر. ما حالا کارهایمان را تمام نکرده ایم. یگان پرابلم شود به نادیر جان کمک کنید، خواهش نمود ولی جان. البته کمک میکنیم. من به کپیتان سپارش دادم، گفت شاکر جان. حاضر شما به کجا می روید؟ من افتوکزل رفته با تاکسی به دوشنبه برمیگردم. چرا با تاکسی؟ من ماشینم را به نادیر جان مانده می روم. به وی ماشین بیشتر در کار می شود. این طور باشد به ماشین من شینید. شما را راننده من به دوشنبه برده پس می آید. این هیچ ضرورتی ندارد. من خودم با ماشین راه برمیگردم. به هر حال نگویید. شما هر روز به نزد ما نمی آیید که. ولی جان نهایت راضی شد و وقتی با نادیر خیر و خوش کردن گفت که خودش را احتیاط کند. ممکن است که قاتل او را جستجو کردنشان را داند. نادیر و سعید جان به اداره میلیسه برگشتند. نادیر از او فهمید که 3 سال باز در اینجا کار میکند و عموماً اکثر هیئت میلیسه کارمندانی نوند. تنها نوبتدار مایار آستانیف از میلیسه های سابقه دار اداره بوده است. او با سعید جان خیر و خوش کرده گفت که پگاه نزدش می درآید. سعید جان به کابینتش رفت و نادیر به نزد نوبتدار آستانیف آمد. رفیق مایار، شنیدم که از کارمندان سابقه دار تنها شما مانده اید. و سخن آغاز کرد نادیر. بله، من 35 سال است که همینجا کار میکنم. پس به من گفته می توانید که 10-15 سال پیش کی در اینجا مفتش بود؟ البته رحمتی شریپوف بودند، صابیروف بودند، آن کس هم گذشتند. سرگیف بودند که کوچیده به روسیه رفتند. همه گذشتند و رفتند. میگویید یگان نفر زندهش هست؟ بله، صالح جان سید مرادوف هستند. آن کس تا 5 سال پیش کار میکردند. مدیر شعبه بودند، حالا در نفقه. ادرسشان را میدانید؟ البته کوچه چلانزار خانه رقمی 9. تلفن دارند؟ من تلفنشان را نمیدانم. به کوچه چلانزار چخیل رفتن ممکن؟ راهی ناحیه پختزار را میدانید؟ بله، به همان راه روید. از شهر نبرآمده در طرف دستی راست است این کوچه. خانهشان در سری راه. تشکر رفیق مایار، گفت نادیر و از میلیسه خانه بیرون برآمد. او به ماشین نشسته آن را به کوچه چلانزار هی کرد. نادیر از روی گفته آستانیف خانه سید مرادوف را زود پیدا کرد. در حولی را برویش خود او کشاد. نادیر خود را معرفی کرده هدف آمدنش را گفت. درآی، در خانه صحبت میکنیم. نادیر را به حولی دعوت کرد سید مرادوف. در روی کد می نشینیم یا در خانه؟ کدامش معقول؟ شما را تشویش دادن چی لازم؟ همینجا بالای کد در سایه تاک می شینیم. در روی کد کرپچه گسترده شده بود. نبیره موی سفید زود دسترخوان و نان و شیرینی ها آورد و یک چاینیک چای کبود نیز دم کرد. سید مرادوف به پیاله ها چای ریخته پرسید:
شما چرا دانستن می خواهید؟ شما سالهای زیاد مدیر شعبه تفتیشاتی بودید. بگویید که 10 سال از این پیشتر در شهر حادثه های تجاوز دختران نابالغ و یا خودکشی کردن دختران بعد تجاوز به ناموسشان یا عموما خودکشی کردن آنها رخ داده بود. این را یک باره گفتن مشکل. اینقدر سال گذشت. به فکرم بودند چون این حادثه ها. به هر حال ارخیو را بینید. یگان نفر از روی این حادثه ها محکوم شده بود. این جنایت ها اصلا افشا نشده ماندند. به یادم یک حادثه آمد. اگر خطا نکنم آخر سال 2002 بود. جسد دخترک 15 ساله را از کانال وخش یافتیم. تشخیص ثابت کرد که کسی به ناموسش تجاوز کرده کشته است و به آب پرتافته است. پدر دختر بسیار اصرار میکرد که جنایتکار یافته جزا داده شود. ما هر قدر کافتیم جنایتکار را پیدا کرده نتوانستیم. بعد 1 ماه اهل این عائله در صدمه نقلیاتی هلاک شدند. ماشینشان در عقبه چپه شد. همین طور این جنایت افشا نشده ماند. نام و نسب دختر در یادتان نیست؟ به فکرم نام دختر فیروزه بود. بایگانی همان سال را بینید پیدا میکنید. خویش و اقربای دختر نبودند. شنیدم که یک عمک داشته است که در روسیه بوده است. دیگر خویشی نزدیک نداشته است. تشکر گفت نادیر و تلفن سید مرادوف را ثبت کرد تا اگر سؤال پیدا شود با او تماس گیرد. نادیر وقتی از خانه سید مرادوف برآمد با او بنفشه زنگ زده گفت که ساعت 7 به کوچه زرگر خانه 33 حجره 18 بیاید. خانه مذکور در نزدیکی های بینای بانک امانتگذاری واقع است که یافتنش دشوار نیست. تا وقتی وعدگی 3 ساعت دیگر بود. او برای وقت گذرانی به بازار رفت. بازار پرتلاطم بود. او اول رسته های لباس فروشی را تماشا کرد. نرخ کالا نسبت دوشنبه 10-20% گران بود. معلوم بود که آن را از بازارهای یک لخت فروشی دوشنبه میارند. در همین حال در بعضی رسته ها نرخ مال نسبت دوشنبه ارزانتر بود. صاحبان این مغازه ها خود از ترکیه و امارات متحده عرب و خطای مال می آوردند. در بازار محصولات کشاورزی باشد نرخ از بازارهای دوشنبه فرق نداشت، زیرا همین جا هم حناتان سودا می کردند. او 1 کیلوگی بادرینگ و پمیدار خریده به 1 پکیت گرفت و به باردان ماشین ماند. سپس به آشخانه روبروی بازار آمده نشست و 1 چایnik چای کبود فرموده گفت که به او 1 دانه مرغ را کباب کنند با خود می برد. او قریب نیم ساعت دیگر را با چای نوشی گذرانده از جای خیست. پیش خدمت مرغ کباب را آورد و نادیر با او حسابی کرده از آشخانه برآمد. او از نزد بازار 2 دانه نان گرم و از مغازه 2 پلیتکه شکلات روسی خریده به ماشین نشست. نادیر به نزد بانک آمده دید که آنجا توقفگاه پولکی بوده است. او ماشین را آنجا مانده با خاطر جمع به ملاقات رفت. ساعت رسا 7 نادیر زنگ در حجره رقم 18 را پخش کرد. بنفشه در را گشاد. نادیر به خانه درآمد. خانه 3 حجرگی آراسته و پیراسته بود. او پاکتی دستش را در بالای میز آشخانه ماند. بنفشه دستاویز او را دیده اظهار ناراضگی کرد. من آش پخته ایستادم، دم پرتافتم، حاضر تیار می شود. مرغ کباب چی لازم بود؟ حالا معلوم نیست که آش پلاو می شود یا شوله. بغیر این مرغ کباب را سحر خوردن ممکن. بعد کاری سنگین شبانه البته سخت گرسنه میمانیم، گفت نادیر و به اختیار بنفشه را به آغوش گرفته بوسید. چون بنفشه به آشخانه رفت، نادیر با دقت خانه را از نظر گذرانید. در خانه یگان اشیای کودکانه به نظر نمی رسید. نه کت کودکانه بود و نه بازیچه ها. عموما خانه به منزلی که در آن یگان عائله زندگی می کند مانند نبود. این شبهه او را آورد که مبادا به قبقان نافتاده باشد که ثبت کرده شنتش کنند. او به جهاز خانه با توجه نظر کرد. پیش نظر آورد که اگر
در حجره کامیرا نصب کرده باشند آن را کجا گذاشتن موافق است؟ در حجره 3 جای قله بود که از آنجا تمام خانه چون کف دست می نمود. او اول قندیل را دید. واقعا آنجا یک کامیرا به جای لامپچکه سوختگی نصب شده بود. نادر کامیرا را بی‌ضرر کرد. رسم اسب که در دیوار یک کنار خانه آویزان بود نیز شبهناک نمود. نادر از چشم اسب کامیرا را یافته آن را هم بی‌ضرر کرد. کامیرای سیوم در کرنیز پرده تیریزه نصب شده بود. نادر آن را نیز زود بی‌ضرر کرد و به خانه خواب گذشت تا آنجا را تحقیق کند. او اینجا نیز زود کامیراها را یافته بی‌ضرر کرد، زیرا آنها نیز چون مهمانخانه در قندیل و کرنیز و در عکس بالای دیوان نصب شده بودند. البته در تشناب نیز کامیرا بودگی است. آن را هم یافته بی‌ضرر کردن لازم. به خود اندیشید نادر و آمده سری دسترخوان نشست تا که پید یافته آن را هم بی‌ضرر کند. همین وقت بنفشه آش پلاو را به یک طبق کشیده آورد. من دستم را شویم گفته بهانه به تشناب رفتن کرد نادر. تا این وقت چیکار کردید؟ من شما را کیم کی دستتان را شوید گفته بودم. من انا این گازیته شهریتان را خواندم. گفت به روزنامه بالای میز که نو از دست مانده بود اشاره کرده. ها، برای شما ژورنالیستان خواندن گازیته مهمتر است. بله، جنجالم نکنید، حاضر می آیم گفت نادر و به تشناب رفت. نادر کامیرای تشناب را هم زود یافته بی‌ضرر کرد. به نظر چنین می رسید که کامیرا را یگان هوسکار نصب کرده است. این کاری خود بنفشه است یا او به کسی خدمت می کرده باشد؟ به خود سوال کرد نادر. این را حتما همین شب معلوم می کنم، قرار کرد او. آش تبدیل نادر بود. آنها خاموشانه خوراک خوردند. بنفشه دسترخوان را جمع کرد و بالای میز تنها شکلات و چای را ماند. نادر برای دوش کردن به تشناب رفت. در آنجا 2 سچاق تازه، یکی سرخ و دیگر سبز آویزان بود. بنفشه این طرف کار را هم به نظر گرفته است. از دل گذراند او و بعد آب بازی بدنش را با سچاق سبز پاک کرد. خانم شیرین، کجایید شما؟ از تشناب برآمده بنفشه را صدا کرد نادر. من اینجا در زل، پاسخ داد بنفشه که در راحت کرسی نشسته بود. آبی گرم هست؟ من با آبی خنک آب بازی کردم. در این گرمی آبی خنکتان شیرگرم است. پس من هم دوش میکنم گفت بنفشه. صبر کنید. یک لطیفه به یادم آمد. 2 عربی صحرایی در نزد رود ایستاده آب بازی کردن میخواهند، ولی از سردی آب هیچ جرأتی بر رود در آمدن نمی کنند. یکی به دیگر میگوید که در عمر 40 سالش همگی 1 مرتبه روزی خانه‌دار شویش آب بازی کرده است. دومی میگوید که بار اول در کودکیش پدرش او را با خود به نیل برده آب بازی در آورده بود. مرتبه دوم در روزی خانه‌دار شویش آب بازی کرده است و اگر حالا به آب درآید 3 مرتبه می شود. ای قرباقه شوی، میگوید این را شنیده اعرابی یکم. اگر این لطیفه‌تان را به نظر گیریم، من خودی همین بیگاه مرتبه دوم است که آب بازی می کنم. از کار آمده دوش کردم و حالا آب بازی می کنم تا بوی آشخانه از بدنم رود، گفت بنفشه لبخند کرده. من اینجا شما را در نظر نداشتم، می بخشید گفت نادر اشتباهش را فهمیده. من هم دیواری نمکش نی، آب بازی کردن بهداشتی است، مخصوصا اگر در این گرمی منطقه ما 1 روز آب بازی نکنی بوی میگیری. به هر حال می بخشید. بخشیدم گفت بنفشه و به لبان نادر بوسه زده به تشناب رفت. در برابر این بنفشه گپ را سر فعالیت نادر و ولی جان و مقصد سفر برده کوشش گپگیری میکرد. نادر باشد چون گرگی بالان دیده گپ را به دیگر سو می برد و یا با ها و نی پاسخ می گفت. نصف شب نادر قوطی شکلات را کشاد. شکلات مذکور در داخلش کنیک پرقدرتی داشت که از خوردن چند دانش شخصی از سپیرت پرهیز مست می شد. نادر مخصوص این شکلات را به بنفشه
مراعات کرده با مهربانی ها به دهانش می ماند، ولی آن اثر نمی کرد. یعنی بنفشه تجربه خوبی نوشیدن کنیاک را داشت. من تشنه ماندم. در این گرمی مرا کشتید، رفته نوشابه میارم. گفت بنفشه خود را از آغوش نادر رها کرده. نخواد ما قاتل باشیم. این خیل نگویید. من خودم به شما نوشابه میارم تا گناهم را شویم. گفت نادر از جای خسته. نه شما تشویش نکشید، گفت بنفشه و از خانه برآمد. پس از چند او در 2 فوژر نوشابه سیب آورد و یکی را پیش نادر گذاشت. به شما هم نوشابه آوردم. تشکر، من بهترش چای خنک می نوشم. از نوشابه تشنگیم نمی شکند. به هر حال آوردم، نوشید. اگر شما ننوشید من هم نمی نوشم. ناز کرد بنفشه. خب بالای میز مانید، می نوشم، گفت نادر. نادر پی برد که اینجا چه سیری هست. شاید بنفشه در نوشابه داروی آمیخته باشد. به خود اندیشید و نادر بنفشه را که نزد میز می ایستاد به آغوش گرفت و گفت من تشنه شمایم و شما را می خواهم. بعد ناشتا نادر ماشین را از توقفگاه گرفته راست به ریاست میلیسه رفت و به نزد سردار در آمده خواهش کرد که به او اجازه دهد تا بایگانی قضیه های 10 سال قبل رخ داده را تحقیق کند. سردار هم چیزی نگفت و به مسئول بایگانی زنگ زده سپارش داد که خواهش نادر را اجرا کنند. در بایگانی دلای جنایتی را وابسته به کشتار دختر نابالغ فیروزه میرحسنova زود پیدا کردند. نادر قضیه را خوانده معلومات جالبی پیدا نکرد. معلوماتی از سید مرادوف شنیده‌اش تصدیق شد و خلاص. معلوماتی دقیقی درباره سبب خودکشی نبود. تنها از روی گفته بعضی شاهدان که تصدیق خود را نیافتند، دسته جنایتکاران دختران نابالغ را از کوچه دزدیده به کدام منصبدار می بردند. او بعدی با آنها همخوابه شدن دختران گبدرا را آزاد می کرده است، ولی دختران یکرو دیگر جان به سلامت نمی بردند. نادر به شبهه می دانست که سخن درباره کی می رود، ولی حالا این مهم نبود، زیرا 2 جنایتکاری که به این عمل دست داشتند کشته شدند. نادر باید قاتل را می جست. قاتل باشد کسی از نزدیکان فیروزه بود. از روی معلومات صالح جان، سید مرادوف اهل عائله این دختر از جمله برادر و خواهر خردیش در صدمه نقلیاتی هلاک شدند. پس کی می توانست نقار گیرد؟ عمکش؟ او پیش از این حادثه به روسیه رفته دیگر برنگشته است. شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامآثر روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتار 11